باور نمی‌کنی اگه بهت بگم چقدر رابطه‌مون خوب بود و رفتش. هنوز تو شوکم. دوستان، هیچ رابطه‌ای یهو تموم نمیشه. از مدت‌ها قبل هشدارا رو بهت داده و تو توجه نکردی. بارها بهت خواسته ها و نیازهاشو گفته ولی تو رد شدی و توجه نکردی. بارها گفته که چرا بهم توجه نمی‌کنی و تو رد شدی. خب معلومه که اینا باعث میشه طرف مقابل قید همه چی رو بزنه و بره. چرا؟ چون حالش خوب نبوده. اگه اینطوری رابطتون خراب شده، تو باید سواد رابطت رو بالا ببری. بعضی وقتام اینجور موقع‌ها طرف مقابل مشکلات روانشناختی داشته. مثل تله رها شدگی. این آدما چون ترس از صمیمیت دارن نمیخوان زیاد به طرف مقابل نزدیک بشن. تا حس میکنه رابطه داره عمیق میشه، از طرف مقابلشون فاصله میگیرن. اینجور مواقع تو نباید خودتو سرزنش کنی و برچسب بزنی و احساس گناه کنی. چون تو مسئول